کشک و دامغانی یه غذای نونیه که بهت قول میدم اگه یه بار درستش کنی عاشق مزش میشی. بادمجوناتون رو پوست بگیرین، خورد کنین، نمک و زردچوبه بزنین، بعد تو روغن سرخش کنین. بعد که بادمجونا سرخ شد از تو روغن بردارین، پیاز و نگینی خورد بکنین، تو همون روغن پیاز رو تفت بدین، بعد بهش سیر رنده شده رو اضافه کنین، ادویه ها رو بهش اضافه کنین و بعد مغز گردو رو هم اضافه کنین که تفت کوچیک بدین و بعدم گوجه پوست گرفته شده و ریز خورد شده رو بهش اضافه کنین، بذارین آبش کمی کشیده بشه. بعد گوجه رو بزنین کنار، یه خورده نعنا رو توش تفت بدین، ترکیب کنین، بادمجون رو دوباره برگردونین به این مواد و حالا کشک رو بهش اضافه کنین هر اندازه که دوست دارین و بعد از ترکیب کشک بهش آب اضافه کنین و زمان بدین جا بیفته. فوق‌العاده خوشمزه است، فوق‌العاده. حتما امتحان کنین و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت کامل رو ببرین.